یه ثانیه چکاپ رایگان انجام بده. اول از همه اینو بگم که آقا روش من نیست، روش ابوعلی سیناست. یه لیوان آبقوره میاری، میل میکن. بعد 50 ثانیه اگه دهنت خشک شد یعنی اختلالات کبد داری. اگه دهنت آب افتاد یعنی قند خونت بالاست. اگرم دهنت کف‌آلود چسبناک شد یعنی چربی خون داری. اگرم سردرد گرفتی فشار خون داری. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودی. اگه دوست داری هر روز از این چیزای سلامتی مخصوصاً پوست و موت بدونی، این بالا فالو کن، این پایین یه دکمه شیر داری، اینو برای رفیقات بفرست تا اونا هم از این قافله عقب نمونن. یا علی.